بسیار سوال مهمی رو طرح کردی، برای اینکه تفسیرهای متفاوتی در مورد مشروطیت هست و یکی از مشکلات اساسی در بررسی تاریخ مشروطیت اینه که خیلی این انقلاب به اصطلاح سیاسی میدونن و مهمترین نظرگاهش و مسئله قانونخواهی و پارلمانتاریزم میشناسن. من همچین اعتقادی ندارم. فکر میکنم این یک نگاه تقلیلگرانه ای است که تقلیل میده یک انقلاب تمدنی و فرهنگی رو به یک انقلاب صرفا سیاسی. انقلاب مشروطه به اعتقاد من انقلاب تمدنی و فرهنگی بود و قصدش این بود که بنیانهای ذهنی ما، بنیادهای مدنی ما و تمام زیر و بم جامعه ایران رو دگرگون بکنه و فضای تاریخی تازه‌ای رو برای مملکت ایجاد بکنه. البته غایتاً وقتی صحبت از انقلاب مشروطه میشه به سال 1285 شمسی یا 1324 قمری اشاره میکنن، ولی من وقتی از انقلاب مشروطه حرف میزنم حداقل تاریخ رو به عقب برمیگردونم به 25 سال آخر حکومت ناصرالدین شاه. تحولات شگفت انگیزی در اون دوره در ایران انجام میگیره و ما وارد یک مرحله تاریخی دیگه میشیم. نخستین بار در ایران از نقد و نقد ادبی سخن گفته میشه. نخستین بار از مفهوم تاریخ در معنای جدید سخن گفته. تاریخ نویسی جدید در ایران آغاز میشه. میخواد یه برداشت دیگه راجع به گذشته باستانی خودش، گذشته اسلامی خودش ارائه بده. به لحاظ تمدنی بخش مهمی در جستجوی نحوه مدرن آموزش و پرورش هستن. رشدیه یکی از چهره‌های درخشان اون دوره است که سعی میکنه نظام سنتی آموزشی رو با به اصطلاح تغییر دادنش به الفبای صوتی فضای آموزش رو در ایران چیکار کنه؟ دگرگون کنه. ایران تشنه به اصطلاح تحولات شگفت انگیز اقتصادی و به اصطلاح مدنی. در همون دوره ناصرالدین شاه مستشار دوله تلاش گسترده‌ای میکنه که مطلبی بنویسه که چرا راهن برای ایران ضروریه. ما باید راهن داشته باشیم تا مملکت رشد اقتصادی بکنه. از اون طرف نمایشنامه نویسی در این دوره وارد ایران میشه. داستان نویسی در معنای جدید وارد ایران میشه. گفتم تاریخ نگاری، نقد ادبی همین. حتی اون دوره که نگاه بکنیم یک سال قبل از انقلاب مشروطه علامه قزوینی که در واقع او و تقی‌زاده بنیانگذار به اصطلاح تحقیقات نوین در ایران هستند، علامه قزوینی میاد به لندن برای ادامه تحصیل و تحقیق. در حقیقت منظورم این که درسته که مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه به لحاظ سیاسی پارلمانتاریسم بود، ایجاد مجلس بود و مسئله حق حاکمیت ملت. حتی مفهوم ملت رو در معنای جدید ما با این انقلاب تمدنی میفهمیم و وارد ایران میشه و همه اینها درست، ولی نمیتونیم مسئله انقلاب مشروطه رو فقط به قانون خواهی، اونچنان که خیلی هم میگن عدالت خانه میخواست فقط قانون خواهی یا پارلمانتاریسم چیکار کنیم؟ تقلید بدیم و در کنارش بنیادهای فکری جامعه ایران این انقلاب تمدنی دگرگون کرد. مثال میزنم، مثلا در دوره ناصرالدین شاه روزنامه وارد ایران میشه، مفهوم جدیدیه، مناسبات اجتماعی رو دگرگون میکنه. صنعت چاپ مناسبات اجتماعی رو دگرگون میکنه. تو روزنامه‌های عصر ناصری بخش‌های مختلفی داشت تحت عنوان روزنامه خراسان، روزنامه مازندران، روزنامه آذربایجان، روزنامه خوزستان و در اینها مسائل شهری اون مناطق رو چیکار میکردن؟ مینوشتن اتفاقات مهمشون و حوادثشون. و یکی مثلا در خوزستان این روزنامه رو میخون، حالا درسته که محدود پخش میشد ولی با خبر میشد که در مازندران چه خبره، هموطنش اونجا چجوری زندگی میکنه. مفهوم جدید مثلا هموطن بودن و ایرانی بودن و از طریق همین روزنامه ها وارد بنیادهای فکری جامعه ایران میکنن. و خب همین تحولاتی که دارم میگم، ببینیم مثلا
ما مفهوم جدید وطن وارد ایران میشه، مفهوم آزادی وارد ایران میشه، مبحث آزادی زنان وارد ایران میشه. یعنی اصلا این انقلابی بوده که بیشتر میخواست مسائل تمدنی رو در ایران چیکار کنه، مطرح بکنه. خب بخشی از این مسائل تمدنی هم سیاست، بخشش هم چیه؟ قانون خواهی بود، بخشش هم ایجاد یک جامعه قانونی مدرن. ولی این جامعه احتیاج به رمان داشت، هنر داشت، تاریخ داشت، تفکر داشت، اندیشه داشت و باید اینها هم وارد ایران میشد، کما اینکه تفکر اقتصادی همون دوره وارد ایران میشد در معنای جدید. و ما اگر از این زاویه نگاه بکنیم، بنابراین انقلاب مشروطه یک انقلاب تمدنی و فرهنگی که میخواست ملت ایران رو از یک جامعه عقب مونده که در سراشیبی انحطاطش بود وارد یک دنیای مدرن و اصولی بود.